دلار 83300. بازار در خواب مطلق. سلام، وقت بخیر، به اسپیدی اکسچنج خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 اردیبهشت 1404 برابر با 13 می 2025 است. دلار امروز نوسان شدیدی نداشت و به نرخ 83300 تومان رسید. نرخ حواله دلار نیز 83700 تومان بود و تتر با قیمت 83800 تومان به معامله‌گران ارائه شد. در روزی که ترامپ به خاورمیانه آمد، بازار کریپتو سقوط سنگینی را تجربه کرد و بورس با رشد 36000 واحدی رکورد شکنی کرد. بازار ارز در انفعالی عجیب و بی سابقه هیچ واکنشی نشان نداد. برخی این اتفاق را نشانه ای از ثبات بازار می‌دانند، اما به عقیده کارشناسان این رفتار بیشتر از هر چیز به دلیل دستوری بودن نرخ‌ها و عدم اطمینان از شرایط است. همه عوامل سیاسی و اقتصادی در ابهام قرار دارند و به همین دلیل فعالان اقتصادی تمایلی برای انجام معاملات بزرگ ندارند. در نتیجه خریداری در بازار ارز دیده نمی شود و عرضه‌ای هم وجود ندارد. برای دریافت تحلیل‌های روزانه، سیگنال‌های تخصصی و بررسی لحظه‌ای تحولات بازار با کانال یوتیوب اسپیدی اکسچنج همراه باشید.